سلام آقا، من از خیلی وقت پیش تصمیم گرفتم که بیام یه سری کتابایی که خودم دوست داشتم و به نظرم خیلی ارزش خوندن دارن، حالا یا کتابایی که یکم روانشناسی هن یا کتابایی که حتی داستانن، ولی به نظرم خیلی کتابای خوب و ارزشمندی هن واسه خوندن، و بیام تعریف بکنم واسه کسایی که یا حوصله کتاب خوندن یا حتی آدیو بوک گوش دادن رو ندارن یا وقتشو ندارن. و فکر میکنم که این خلاصه 2 کار میتونه بکنه: یا آدم ها رو ترغیب بکنه که برن اون کتابه رو بگیرن بخونن یا حالا آدیو بوکش رو گوش بدن، یا اینکه میتونه این کمک رو بکنه که اگرم کسی نخواد بره این کتاب رو بخونه، ولی اون نکته مهمش و اون خلاصه مهمش رو شنیده باشه و استفادهش رو از اون کتابه بکنه. اولین کتابی که خیلی وقت پیش خوندم و به نظرم خیلی واقعا کتاب مفیدی بود برای هر کسی که توی یک ریلیشنشیپیه، کتاب Hold Me Tight بود از دکتر سو جانسن. اول اینکه این کتاب ترجمه فارسی هم داره، محکم در آغوشم بگیر، ولی من وقتی انگلیسیشو خوندم فارسیشم خوندم، به نظرم انگلیسیش فرق داشت. به نظرم خیلی بهتر تونسته بود اون چیزی که میخواد بگه رو منتقل کنه. به خاطر همین اگر خواستید بخونیدش و حالا اوکی بودین با کتاب انگلیسی خوندن، کتاب خیلی روون و قابل فهم و خوبیه و سعی کنید انگلیسیشو بخونید، اگر نه سراغ فارسیش برید. ولی من الان میخوام که یک خلاصه بگم. این کتاب خیلی فصل داره، ولی به نظرم فصلای اولش داره مهمترین قسمتشو میگه و من میخوام چیزی که شاید یکم حالا با بسط بیشتر و توصیفات بیشتری تو کتاب گفته باشه، من خیلی خیلی خلاصش رو بگم و حالا فصلهای دیگه راجع به چیزهای دیگه هم صحبت کرده. ولی به نظر من اصلا رسالت این کتاب و هدف اصلیش و پوینت اصلیش این بخششه بیشتر تا بقیهش. البته که قطعاً خوندنش خالی از لطف نیست و هر کتابی رو برید بخونید کامل، قطعاً هر کسی برداشت متفاوت خودش رو داره و شاید اصلا یه فصل دیگهش برای شما خیلی میک سنس بکنه و به دردتون بخوره و اینا. ولی من چیزی که خودم به نظرم خیلی مهم بود که از این کتاب برداشت بکنیم و میخوام بگم. اولا که نویسنده این کتاب دکتر سو جانسن یه زوج درمانگر بود که همین تازگی هم فوت شده، فکر کنم 2 سال پیش، و خیلی آدم موفقی بوده توی درمان زوجها به روش EFT این کار میکرده و این کتابم میاد با یک سری از در واقع مراجعینی که داشته اینو مثال میزنه و توضیح میده. توی این کتاب میاد یه چیز خیلی باحالی میگه که اکثر کاپلا توی یک سری الگوهای تکراری، توی یک سری چرخه های تکراری میافتن که میاد این چرخه ها رو به 3 دسته مهم و کلی دسته بندی میکنه و میگه اکثرا توی یکی از این 3 دسته قرار میگیرن. حالا داستان چیه؟ میگه که اگر که شما احساس کردین که حالا بعد از اینکه این کتابو خوندین یا من توضیح دادم، احساس کردین که شما هم با پارتنرتون توی یکی از این 3 دسته قرار دارید، اول از همه اینو بدونید که این چرخه ها از یک عدم احساس امنیت در رابطه میاد. یعنی ما گاهی با پارتنرمون دعوامون میشه سر مثلا شستن ظرفا، سر پول، سر هر چیزی، ولی قضیه اینه که پوینت اون بحثه اصلا اون اتفاقی که اون لحظه افتاده نیست، یه لیر زیرشه. میرسم به این. اول میخوام اون 3 داستان رو بگم. میاد شروع میکنه میگه که ما 3 چرخه کلی در نظر میگیریم که شما هم شاید اگر دعواتون با پارتنرتون رو بررسی کنید به احتمال خیلی قوی تو یکی از این 3 دسته قرار دارید. دسته اول رو میاد اسمش رو میذاره Find the Bad Guy یا پیدا کردن مقصر. میاد میگه که توی این الگو چه اتفاقی میفته؟ 2 نفر هر دوشون فقط میخوان بگن که تقصیر من نیست، تقصیر توه، من نیستم تویی.
هر دوشون میخوان همو سرزنش کنن، تقصیر رو بندازن گردن طرف مقابل و خودشون رو مبرا کنن از اون بحث. و در واقع اتفاقی که میفته چیه؟ هی هر دو سر هر بحثی نه تویی، من نیستم، نه تقصیر توه، نه تقصیر توه، نه تقصیر توه. یعنی الگو این شکلیه که هر دو دارن به هم دیگه حمله میکنن، همو سرزنش میکنن و میخوان هیچ تقصیر رو گردن نگیرن و بندازن طرف مقابل. الگوی دوم که اسمش به نظرم خیلی اسم مناسبی انتخاب کرده، اسمش پروتست پولکاه. اگه برید رقص اعتراض، اگه برید سرچ کنید این رقصو، اون حالت دنسو که ببینین خیلی براتون معنی این بیشتر تداعی میکنه. تو پروتست پولکا میگه که همیشه یک نفر، اون نفریه که میخواد لید کنه بحثو، میخواد بره جلو و فقط داره تلاش میکنه که یک جوابی، خودش تو کتابش میگه any response، میخواد فقط یه جوابی از طرف مقابلش بگیره، یه توجهی بگیره. فقط داره میره جلو، داره حمله میکنه، میگه قول میزنه، نمیدونم تقصیرها رو میندازه گردن اون، بحث میکنه، فلا سرزنش میکنه، فلا میگه چون فقط میخواد یه جوابی بگیره. اما ریاکشن چیه؟ ریاکشن اینه که هرچی این بیشتر داره میره جلو، طرف مقابل هی ناامیدتر میشه از خودش، هی سرخورده تر میشه و هی میره توی سکوت. پس هر چی این طرف میاد جلو، هی قر میزنه تو چرا اینجوری میکنی؟ تو اصلا من توجه نمیکنی؟ مگه نمیفهمی چی میگم؟ چرا این کار کردی؟ طرف مقابل هی بیشتر و بیشتر ساکت میشه. چرا؟ چون توی ذهنش خیلی ناامید شده، میگه خب من هر چی که بگم میخواد قر بزنه دعوا کنه، من اصلا چی بگم؟ من که هر کاری میکنم این راضی نمیشه، من که هر کاری میکنم به اندازه کافی خوب نیست، اصلا چرا حرف بزنم؟ چرا توجیه کنم؟ چرا جواب بدم؟ پس یه نفر داره خیلی تلاش میکنه که یه جوری یه جوابی از طرف مقابل بگیره، اون یکی کلن میره توی سکوت و هی ناامید میشه. سومی فریز اند فلیه که میشه همون یخ زدن و فرار کردن. اینکه رابطه به جای رسیده که هر دو نفر کاملا دست از تلاش برداشتن و هیچکی حرف نمیزنه. میبینید طرف سالهاست میگه ما اصلا با هم دعوا هم نمی کنیم، که این حالت خود دکتر سوجنسن میگه از همه خطرناکتره. اینکه اگر توی رابطه دیگه حتی بحثی وجود نداره، یعنی هر دو نفر از تلاش کاملا دست کشیدن، از رابطه ناامید شدن و دیگه حتی با هم بحث هم نمی کنن. حالا راه حل میاد در مورد این داستان، میگه میخوایم راه حل پیدا کنیم. اولین چیز اینه، اگر این سری یه بحثی براتون پیش اومد با پارتنرتون، در درجه اول سعی کنید الگوه رو پیدا کنید. یعنی حین بحث سعی کنید یه چند ثانیه مکث کنید و ببینید که ما الان تو کدوم ایناییم. الان من هی دارم قر میزنم و اون اصلا جواب نمیده و من هی از اینکه اون جواب نمیده عصبانی تر میشم، هی بهش میگم چرا چی نمیگی؟ مگه با تو حرف نمیزنم؟ چرا جوابمو نمیدی؟ و اون هی ساکت تر میشه. یا چیه؟ یا تو کدوم الگو گیر افتادیم؟ مرحله اول اینه که ما اون الگوه رو پیداش بکنیم. این خیلی چیز مهمیه. مرحله دوم اینه که بدونید که دعوا سر اون موضوعی که شما الان دارین براش دعوا میکنید نیست، چیزی که اول ویدیو گفتم. اگه الان سر ظرفای کثیف توی سینک دعواتون شده، یا سر خرج و مخارج اضافی که یکی از طرفین کرده، یا سر خانواده هاتون، یا هر چیزی، دعوا سر اون موضوع نیست. دعوا سر اینه که وقتی توی یک رابطه دو طرف احساس ناامنی میکنن، احساس میکنن شنیده نمیشن، دیده نمیشن و بهشون توجه نمیشه، هر بحثی رو میخوان هی باز بکنن، بکشن وسط، ولی قضیه اینه که بحث اون نیست، بحث یه دونه داستان زیرشه. اینکه اگر یه بحثی داره پیش میاد، یه لحظه خودتون با خودتون فکر بکنید و از خودتون بپرسین که من الان واقعا بابت ظرفای توی سینک عصبانیم،
یا از اینکه احساس میکنم 1 ماه هرچی حرف میزنم کسی جوابم نمیده، کسی من نمیبینه. ترس دارم، ترس از اینکه پارتنرم منو رها کنه، ترس از تنهایی دارم. کدوم از ایناست؟ قضیه واقعا ترس های منه یا ظرف های توی سینک؟ اون لیر زیرین دعوا رو اگر بتونید پیدا بکنید، که به نظرم همیشه با چند لحظه مکس و فکر کردن میشه پیداش کرد، میبینید که اون دلیل اصلی تمام این چرخه تکراریه. اینه که افتادین توی اون الگو و این دعواه ماهی 1 بار، بعد هر ماه 2 بار، 3 بار، هفته 1 بار و هی داره اتفاق میفته و هی داره بیشتر میشه. دلیلش یه چیزی اون زیره، یه ترسی، یه حس ناامنی، یکی از طرفین یا شاید هر دو دارن حس میکنن. این که به فرض برای مثال توی پراتست پولکا اون کسی که ساکته احساس میکنه به اندازه کافی خوب نیست، احساس میکنه هر کاری که میکنه کافی نیست. اون طرفی هم که داره هی غر میزنه، هی حرف میزنه، احساس میکنه که شنیده نمیشه، دیده نمیشه، کسی به حرفاش توجهی نمیکنه. بعد از اینکه اون لیر زیرین رو پیدا کردین، میاد میگه که توی صحبتاتون این سری بیاد این تغییر رو ایجاد کنین. اصلا این حالا خارج از بحث این کتاب یه واقعا نکته کلیدی تو رابطه است. اینکه من وقتی میخوام یک انتقادی کنم، یک حرفی بزنم، یک مشکل و ناراحتیمو مطرح کنم با پارتنرم، به جای تو از کلمه من استفاده کنم. یعنی چی؟ به جای که برگردم بگم تو هیچ وقت به من توجه نمی کنی، تو همیشه با من اینطوری حرف میزنی، تو این تو اونی، برگردم بگم من احساس ترس میکنم وقتی که بهم توجه نمی کنی. من وقتی توی این موقعیت قرار میگیرم احساس ناامنی میکنم. نیاید بگید تو سعی کنید همون لحظه جمله رو به من تغییر بدید، از دیدگاه من تعریفش کنید. چه اتفاقی میفته وقتی این کار میکنید؟ پارتنرتون یا طرف مقابلتون گاردش رو میاره پایین و تازه شروع میکنه به گوش دادن که شما دارید چی میگید. این همیشه جواب میده. وقتی این کار کردین، حالا اگر شما طرف مقابل بودین، اون کسی که حالا پارتنرتون اومده این سری کار کرده که شما گاردتون بیاد پایین، تونست صحبت کردنشو تغییر بده جوری که شما بتونید بدون گارد بشنوید که داره چی میگه، حالا شما با این جمله شروع کنید که ناراحتی تو میفهمم. با این جمله شروع کنید، نه که به همین اکتفا کنید. یه وقتایی استفاده از یه کلماتی حتی اگر اون لحظه ما معنیش رو ندونیم، یعنی حسش نکنیم، ولی فقط استفادهش کنیم، ما رو تو اون موقعیت انگار قرار میده. من وقتی به پارتنرم میگم که ناراحتی تو میفهمم چی میگی، شاید اون لحظه اول واقعا نفهمم چی میگه، اما وقتی از این کلمه استفاده میکنم دارم وارد اون جریان میشم. بهش میگم ناراحتی تو میفهمم که احساس تنهایی میکنی. یه لحظه انگار واقعا دارید متوجه میشید که دارید چی میگه. شما گاردتون اومده پایین، با این جمله شروع کردین و وارد جریان اون شدید. انگار تازه اونو شنیدید، دارید درکش میکنید و لول بعدی وارد یک گفتگوی سالم میشید. مهمترین کلید یک رابطه سالم اینه که طرفین یاد بگیرن با هم یک گفتگوی سالم و خوب برقرار کنن، ایجاد کنن. و این شاید مهمترین چیزیه که اگر نه فقط تو روابط، اگه آدم ها کلن یاد بگیرن که گفتگو برقرار کردن چه شکلیه، تمام روابطشون به نظر من خیلی خوبتر پیش میره. چه تو محیط کاره، چه با پارتنرشونه، چه با خانواده و دوستاشونه، فرقی نمیکنه. یک خلاصه بود از به نظر من مهمترین بخشی که توی این کتاب وجود داشت. خب دکتر سو جانسن خیلی فصلای دیگه ای رو هم در واقع بعد از این خلاصه‌ای که من براتون تعریف کردم اضافه کرده. خیلی این حالا
اینکه چه جوری ما از این چرخه خارج بشیم و من خیلی خلاصه گفتم. اون میاد تو چند تا فصل براتون این رو در واقع توضیح میده، اینکه ما چجوری در مورد احساساتمون صحبت بکنیم، به فرض چجوری از کلمات نرم و گرم در موقعی که میخوایم احساساتمون رو بیان بکنیم استفاده بکنیم، چجوری سعی کنیم همدیگر رو بشنویم، طرف مقابلمون رو در واقع بشنویم و بپذیریم که در واقع من هم دارم روی اون طرف مقابلم با این اکتم تأثیر میذارم و رفتار اون هم چیزی نیست جز مقابله با رفتار من. میاد خیلی در مورد این مسائل صحبت میکنه، کانورسیشن های مختلف رو بررسی میکنه، خیلی مثال میزنه از مراجعینش توی این کتاب و تش میرسه یکی از، حالا که اسم کتابم هست، یکی از فصلها Hold Me Tight که میاد میگه که ما باید اجازه بدیم که پارتنرمون عمیق‌ترین لایه‌های ترس ما رو، عمیق‌ترین احساسات ما رو ببینه. باید سعی کنیم بهش بگیم و که ما بیشتر از همه از چی میترسیم توی این رابطه. آیا احساس تنهاییه؟ آیا ترد شدن؟ چیه اون داستان؟ و ببینیم که طرف مقابلمون ترسش چیه، از اون هم بپرسیم. سعی کنیم که این آسیب‌های همدیگر رو ببینیم، در موردش صحبت کنیم، که میگه بعد از این که آدم‌ها اون عمیق‌ترین احساس ترس و اون چیزی که عمق وجودشونه رو با پارتنرشون در میون میذارن، تازه اونجای گفتگوی عمیقی بینشون شکل میگیره که یکی از نقاط عطف و ریباندینگ رابطه است. یعنی دوباره اونجاست که انگار اون دو نفر به هم برمیگردن و اون رابطه دوباره شکل میگیره. اون جایی که اون در واقع زخم‌های هم رو میبینن، با هم به اشتراک میذارن و در آغوش میگیرن، اون جایی که دوباره یک رابطه‌ای میتونه برگرده و شکل بگیره. وقتی ما اون آسیب دیدگی هامون رو بدون ترس به پارتنرمون میگیم، باهاش در میون میذاریم. تو فصلهای دیگهش حتی یه فصلش راجع به سکس داره صحبت میکنه که اون فصل رو پیشنهاد میدم حتما توی کتاب انگلیسیش بخونید که البته خیلی کوتاهه ولی نکات جالبی رو توش میگه. بعد در مورد یکم زنده نگه داشتن عشق و اینجور چیزا هم توی اون فصلش صحبت میکنه و فصل آخرش هم اسمش قدرت عشقه که در مورد اثر تروماهای گذشته روی رابطه میگه، که بازم همونه که ما تروماهای همدیگه رو ببینیم، بپذیریم، با همدیگه در مورد تروماهای هم سوگواری بکنیم. اگر من ترومایی از گذشته داشتم که خیلی در موردش در واقع آسیب دیدم، اونو با پارتنرم بیام مطرح بکنم، با هم سوگواری کنیم، با هم بپذیریم و با هم عبور کنیم. این خیلی چیز مهمیه که ما عمیق ترین مسائلی که توی وجودمون هست رو تنهایی نخواهیم که هندل بکنیم و اصلا اونجاست که یه رابطه خیلی عمیق و در واقع پر از عشق اتفاق میفته. این خلاصه‌ای بود از این کتاب. امیدوارم که یا برید کامل بخونیدش یا اگر نمیخونیدش این براتون خیلی مفید بوده باشه. من سعی کردم نکات کلیدیش رو بگم، ولی باز هم هر کسی برداشتش از هر فیلمی، از هر کتابی توی دنیا متفاوته و شاید شما با یه فصل متفاوتش احساس همدردی و نزدیکی بکنید و به دردتون بخوره. امیدوارم براتون خوب بوده باشه. اگر ویدیومو دیدین خوشحال میشم که کامنت بذارین دوست دارین که چه کتابی رو بیام خلاصش رو براتون تعریف بکنم. مرسی و خداحافظ.